حس افتخار داریم که در تمام گوشه کنار دنیا زنان به عنوان تاجیکی ما فعالیت میکنند، چخیل برآمد دارند. یک شیوه لحن زبان تاجیکی، صاف زبان تاجیکی که حسیات های ما رو نشان میدهد. زبان مادری ما افتخارمند میشیم و خرسند میشیم که در حقیقت ما میتوانیم، یعنی که به عنوان تاجیک همین خیلی قابلیت های در خود دارند، استعداد دارند که در همه جا، در همه دولت ها با آداب معاشرت، رعایت آداب معاشرتی بهترین، یعنی که شیرین سخنی، شیرین زبانی میتوانند که با همدیگر یک جا باشند، اتفاقی به وجود آید. امروز دعوت گشتیم و برای تشکیل کنندگان این همایش روزگل علیونا، عدای و دلبر مینداری خود را گرفتگیم که خیلی یک مسئله‌های بین‌المللی خوب میدهند. در همه کدام وقت که باشد سوال ما رو به جواب نمیمانند. روزگل باشد یکی از دختران فعال کاردان واقعی. انا میخوام کارا رو مثل فعالیتی بی‌نظیر رو به سهم دیگران رسانیم. این برای ما یک خوشبختی است که ما در یک دولت آباد و آزاد زندگی داریم و امکانیت‌های بیشتر ما رو فرا گرفته است که ما در عرصه بین المللی نیز نام خود را، نام ملت خود را معرفی نماییم. بار دیگر همه شما را خوش آمدید میگم. دختران زیبا و تشکیل کنندگان این همایش اظهار منتداری بیان می‌نمایند و دختران زنانی موفقی که در این شرکت علاقه راه خود را یافتند، باز هم فعالیت‌های